عضو ریاستی عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رحمت الله رجب روز 20 می در زندان مجازات و به اتاق جریمه‌ای کمیشن کامر نواتیبه گذرانیده شده است. در این باره رادیوی آزادی با استناد به نزدیکان رحمت الله رجب خبر می‌دهد. آزادی با استناد به منبعش در مقامات انتظامی گفته است گویا رحمت الله رجب قاعده‌های زندان را پایمال و از اجرای دستور زندان‌ها سرکشی کرده است. رادیوی آزادی نوشت که پیوندان محبوس میگویند رحمت الله رجب به رساندن خبرهای مربوط به آشوب در زندان وحدت عیبدار شده است. مقامات زندان این کار او را تبلیغ معنی داد کرده اند. شهرت رحمت الله پسر بزرگ رحمت الله رجب که در اروپا پناهنده شده است به رادیوی پیام گفت بنابر نبودن علاقه با خانواده‌اش بعد حادثه زندان وحدت این خبر را از رسانه‌ها خوانده با دوستانش در دوشنبه تماس گرفته است. او گفت تا جای به من یار و دوستان گفتن که رفتم پرسان کردن در زندانی رقم 1 را که سبب شکنجه شدن پدرم چی بوده است که یکی از همون نماینده های زندانم گویا گفته باشد که سبب شکنجه شدن رحمت الله رجب یعنی پدرم این همون برآمدی رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری و بنده که همچون مجری بودم در برنامه و این برنامه همون روز پخش شد که گویا در تاجیکستان شاس بوده است و این سبب شده است که پدری مرا بردن به پکت و شکنجه میدهند. الان همسر رحمت الله رجب ولامت ابراهیم زاده هم خبری با اتاق جریمه‌ای بردن شوهرش را به رادیوی پیام تصدیق کرد. او گفت امروز من برای فهمیدن دیدار با شوهرم جابی رحمت الله رجب رفتم. کارمندی همونجا یعنی سویدانشی گفت برای شما دیدار و دچکا من است. گفتم سببش در چیست؟ گفت با کلانو صحبت کنید. کلان تو نفریاد کنید گفتم. گفت نیست. بعد سرایوسد رفتیم. روزی قبول نبوده است. اما در قبولگاه کارمندی همونجا ما را قبول کرد. ما وضعیت ما نفهموندیم. پرسیدم که سببش چیست که نه دیدار می شود و نه دچکا کرده ممکن. گفت که حاضی من زنگ میزنم میپرسم. زنگ زد به مؤسسه پرسید. از اونجا گفتن که وای پتکه شده است. من پرسیدم که پتکش چیست؟ گفت که یعنی یگان گناه کرده است. گناهی کلان کرده است. گفتم چی گناه؟ گفت که روین همونجا شما را قبول میکنن. روین سردارش من زنگ زدم قبولتان میکنه. ما گشته به زندان آمدیم. با پاسبانها گفتیم که ما این آمدیم باز. ما را از سرایوسد روی کردن. کلانتان فیراد کنین. گفت که کلانو مهمان دارن. انتظار شوین. 3 ساعت در افتا شیشتیم نگاه کردیم. بعد نشد گفتیم که میبراین یا که رسانویش کنیم. بعد از آن بعدی 15-20 دقیقه سردار زندان محتاج زاده ایدیبک برآمد. من از او پرسان شدم که سبب در چیست که نمیمونن نه دچکا کنیم نه دیدار کنیم. ما همین شنبه دیدار داریم. وای گفته است که شوهر شما گناهی کلان کرده است. چی گناه کرده است پرسیدم. گفت که گناهش بسیار است. گفتم یک تاشا گپ زنید. گفت که جاگش تگوتار کردیم ناخونگیرک یافتیم. بعد رادیو گوش میکرد تبلیغ میکرد دیگرو را. وضعیت سلامتیش خوب نیست. با نزدیکی شوهرم اینسولت گذرانده بود. فشار خونش بلند بود. ما از این خواطریم. ولامت ابراهیم زاده همسر و شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب قبلا سکته مغزی گرفتن او در زندان را تصدیق کردند. شهرت گفت که قسمتی از بدن پدرش از کار مانده بود و بعد دارو و درمان زیاد تقریبا شفا یافت، ولی انتقالش به اتاق جریمه‌ای میتواند حالش را دوباره خراب کند. شهرت رحمت الله همچنین افزود و پکت هم راستیگه وقتی که پرسان شدم که این پکت اش چی معنی دارد از بعضی سابق کارمندان زندان از بعضی یار و دوستان پرسان شدم این پکت اش همین که گفتم که خداوند
هیچ کس رو به اون پکته نبرد و خدا قوت یاد نفرایی که به اونجا برده میشوند، چون این از کارسر هم بدتر است و یک نمود شکنجه هست از طرف زندانبان ها. رحمت الله رجب ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و با 28 سال زندان محکوم شده بود. او بارها از طرف زندانبان ها مورد شکنجه و فشار قرار گرفته است.